لامبورگینی به پدرش گفت من میخوام یک تراکتور ارزونی رو بسازم که آدمای فقیر هم بتونن از اون استفاده کنن. اما پدرش بهش گفت تو فقط یک کشاورز هستی و این کار از دست یک کشاورز که بر نمیاد. چند ماه گذشت و لامبورگینی از بانک وامی رو گرفت و تصمیم گرفت با اون به کمک دوستش این ماشین اسقاطی رو به یک تراکتور تبدیل کنه. اونها شبانه روز برای ساخت اون تراکتور تلاش کردند و حتی براش یک لوگو هم طراحی کردند. اما در همون روزها همسر لامبورگینی در بیمارستان به خاطر بیماری از دنیا رفت. اون آرزوش بود که یک روز لامبورگینی صاحب کارخونه تراکتورسازی بشه. اونها در نهایت تونستن اولین تراکتور خودشون رو بسازند و بعد از چند سال لامبورگینی کارخونه تراکتورسازی خودش رو تأسیس کرد. لامبورگینی همچنین با رئیس خودروسازی فراری هم دیدار کرد و ازش خواست که در زمینه ساخت خودرو با هم همکاری کنند. اما رئیس فراری گفت من هیچ وقت با یه تراکتورساز کار نمی‌کنم. این حرف باعث شد لامبورگینی به خودش قول بده که بازی رو به کلی به نفع خودش عوض کنه. اسم این فیلم هم هست لامبورگینی، مردی پشت افسانه.